وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. اما میام سراغ کسانی که حالا ایمان دارن و عمل هم دارن. گفتیم قول بدون عمل هیچ ارزشی نداره. عمل بدون نیت هم بی ارزشه. نیت یعنی اخلاص. عمل بدون اخلاص. یک عده عمل دارن خالصانه اما کم. عمل میکنه به خاطر الله. مسلمانه، فقط الله تعالی رو عبادت میکنه، فقط الله تعالی رو قبول داره و تلاششو میکنه، کوتاهی میکنه. نه، کوتاهی میکنه. یک روزی ازش ترک میشه، تنبلی میکنه، اما هر وقت نمازش قضا میشه، هر وقت نمازش ترک میشه، خودش در وجودش احساس ناراحتی میکنه. ناراحته که چرا نماز نرفتم. نمیره نماز جماعت نمیره، نمازهای جمعهش ترک میشه، به نماز تراویح نمیرسه، نمیتونه بره شرکت بکنه. یعنی نه که یک بار دو بار، اما همیشه تارک نمازه. اما همین خودش از این احساس بدش میاد، خودش احساس ناراحتی میکنه، خودش احساس رنج میکنه از این موضوع. روزه نمیگیره، هر روزی که روزه نمیگیره اصلا همون خوردن براش زجرآوره. اگر گناهی میکنه عذاب وجدان داره. وقتی جلوی آینه قرار میگیره خودش از خودش خجالت میکشه، از خودش بدش میاد. هی دوست داره مثل انسان‌های مؤمن باشه. انسان‌های مؤمن رو که میبینه از دید خودش فکر میکنه اینا مؤمنن، دوست داره مثل اونها باشه. وقتی قرآن کریم رو برمی‌داره میبوسه، به بغل میگذاره، خجالت میکشه که چرا نمیتونه قرآن خوب بخونه. این تنبلی ها رو داره، اما تنبلی هاش هم داره ولی الله رو خالصانه قبول داره، عبادت میکنه، شرک نداره، تنبلی داره. این آدم حکایتش چیه؟ مثل مسافری که در مسیر حرکت کرده. مسافری در مسیر حرکت میکنه، غذا و آبش کمه. مسیر خوب، نقشه دستش هست، دقیق میدونه باید این مسیر رو بره. جاده رو صاف آمده، داخل مسیر هست، توشش کمه، غذاش کمه، آبش کمه. و یک مدتی غذا تمام میشه، آب تمام میشه، میمونه همینجوری. سپاس این طرف اون طرف، باز میگرده، میبینه خیلی اذیت شد، فشار میاد بهش، میره سر یک چای، یک مقداری آب برمی‌داره میخوره، باز توشه نمیگیره برای خودش، زیاد احتیاطات لازم رو نمیگیره، باز یک جای گیر میکنه، باز کمک میکنه. این آخر ان میرسه به هدف. این آخر یک جوری لنگان خرک خیش به مقصد برساند، یک جوری آخر خودشو میرسه. اما در مقابل این هم اونقدر از این وضعش خیلی بهتره. این آدم اینه که در عبادت‌ها کوتاهی داره، عبادت‌هاش کوتاهی داره، اما مسیر رو درست میده، اخلاص داره. اما خالصانه عبادت‌هاش به خاطر الله تعالی است. این آدم نقشه رو دستش هست، صراط المستقیم رو یافته، ایاک نعبدو رو توی این و ایاک نستعین تو این مشکل نداره. صراط المستقیم رو رفته، اما تو این صراط المستقیم کوتاهی داره، تنبل، عقب مونده از بقیه. یه دیر سریع رفتن، گاز گرفتن، رفتن، غذا داشتن، توشه داشتن، خوراک داشتن، سواری‌های خوب داشتن. این سواری‌ها و توشه و غذا همون عبادت هاست. این نداشته، عقب مونده، اما تو مسیر داره میره. یکی دیگه هست که حالا بیشتر بحث ماست. این گروه خطرناکترین گروهیه که این آدم ایمان به الله تعالی داره، به ربوبیتش، به خالقیتش، به مالکیتش، عبادت هم انجام میده، نه کم، خیلی هم انجام میده، خیلی هم عبادت میکنه و ورز پوزش خوش میکنه و این عبادتش هم کم نیست. خوب عبادت میکنه، خوب خرج میکنه، خوب قربانی میکنه، خوب نذر و نیاز میکنه، خوب خودشو خسته میکنه در این راه. اما این بیچاره ره به ترکستان برده، فکر میکنه داره میره مکه، نقشه چین رو بهش دادن، داره میره سمت دیوار چین، داره میره یک جای دیگه. اصلا مسیر رو اشتباه داخل شده. غذا داره، توشه هم داره، سواری خوب هم داره، اما اصلا مسیرش کاملا اشتباه است. هدفش کعبه است، میرسه به کربلا. این اصلا به کربلا هم نمیرسه، اصلا میره به ناکجا آباد میره. این آدم، اینا حکایتش مثل کیه؟ دو نفر تو قطار سوار میشن، این دوتا، اینو اولی و این دو نفر میخوان برن قطار سوار بشن.
یکی قطار سوار میشه، تو قطار سوار میشه، میخوان از یک شهری برن به یک شهر دیگه. تو شهر سوار میشه، مثلا از تهران میخواد بره اصفهان. تهران سوار میشه میره اصفهان. یکی سوار قطار میشه میره اصفهان. خبر نداره که داخل این قطاری که سوار شده رستورانی هست، اون وسط واگن وسط رستوران هست، غذاهای خوب داره، واگن هایی هست که مخصوص استراحت و کوپه ها مانند اینا، تخت داره، آرامش داره، امنیت داره، تلویزیونکی داره، چایی داره. همینجوری که وارد میشه میبینی چند تا صندلی هست، بعضی قطارها کوپه هایی دارن، صندلی داره مثل هواپیما، فقط همونجا خالی میگه همینجاست دیگه میشینم. غذا نمیخوره، گشنه میمونه، پول آنچنانی هم نداره بخره، پول بلیتش هم داده، اما استفاده نمیکنه، از امکانات استفاده نمیکنه، اما میرسه بالاخره به اصفهان. یکی دیگه چیکار میکنه؟ میخواد بره اصفهان سوار بشه، قطار تبریز سوار میشه، اصلا میخواد با امید که بره اصفهان تبریز سوار میشه، اما خوبم میدونه که داخل این قطار چای هست، آب هست، استراحت هست، غذا هست، همینا هم قشنگ استفاده میکنه. وقتی که پیاده میشه میگن آقا به تبریز خوش آمدید. یک دفعه برق از چشماش میپره که من کجا آمدم. حکایت اینطوریه. حکایت کسی که عبادت خالصانه میکنه اما کم و کوتاهی داره. ما حمایت نمیکنیم از این آدم. نباید اینطور باشه. انسان مؤمن نباید اینطوری باشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. انسان باید همه تن مسلمان باشه. اما بالاخره این وضعش خیلی بهتر از اون کسیه که الله متعال دربارش چی میفرماد؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا؟ آیا من شما رو به زیان بارترین کارها دلالت نکنم؟ در آیه 103 سوره مبارکه کهف. الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، کسانی که در زندگی دنیا سعی بیهوده بردن و تلاش بیفایده کردن، و هم یحسبون، در حالی که گمان میکنن انهم یحسنون صنعا، اینا فکر گمان میکنن کار خوب میکنن. اینا همون کسایی هستند که وقتی این آیه دقیقاً اعمال مشرکین به تصویر میکشه. این آیه 103 و 104، آیه 102 قبلش چی میگه؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. آیا اون کسانی که از بندگان من که کافر شدند، قبل از این که اصلا کارشون رو میگه الله تعالی میگه کافرن، اینا چیکار میکنن؟ اتخذوا عبادی من دونی اولیاء، غیر از من کسان دیگری رو به دوستی گرفتن، به سروری گرفتن، به مولایی خودشون گرفتن. ان اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. اینها کسانی هستن که شرک میکنن. اینا روز قیامت وقتی میرن پیشگاه الله متعال و قدمنا الی ما عملوا من عمل، هرچی عبادت دارن میآورده میشه فجعلناه هباء منثورا. اینا همون کسانی هستن که اون آدم اولی رو ولی اینکه گناه کرده باشه روز قیامت امید بخششش هست، اما اینکی هرگز امید بخششش نیست. چرا؟ چون این اصلا به مقصد نرسید، این اصلا به هدف نرسید، این رفته دیگه جا. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله متعال هرگز شرک نمیبخشه. اگر کسی بدون توبه از گناه شرک از دنیا رفت، در دنیا که همه گناه بخشیده میشه، حتی شرک، قبل از مرگ توبه بکنه. این حکایت قیامت. روز قیامت الله تعالی میفرماید هرگز من گناه شرک نمیبخشم، در آیه 48 سوره مبارکه نساء و در آیه 16 همین سوره باز. من هرگز شرک نمیبخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک، ان الله لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. فقط کسی که بهش شرک بکنه نمیبخشه و بدون شرک کسی از دنیا رفت امید بخششش هست. الان این چیزی که شما اشاره فرمودید، اگر کسی اصلا عبادت نمیکنه، این یک ایمان ابلیسی داره. اون که اصلا عبادت نمیکنه. اینه که عبادت میکنه اما عبادتش آمیخته با شرکه، این ایمانش میشه ایمان ابوجهلی. چون ابوجهل هم همین کارو میکرد. یعنی ابوجهل عبادت هم میکرد. ابوجهل عبادت میکرد. دلیل آوردیم از آیات مختلف قرآن کریم، همین آیه که اشاره کردیم، بارها اشاره کردیم، آیه 65 سوره مبارکه عنکبوت. الله متعال میفرماید فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. در وقتی که در کشتی ها سوار میشدن یک موج میومد، فقط خالصانه دست بلند میکرد، یا الله یا الله یا الله ادرکنی، یا الله ادرکنی، خدای کمک کن، یا الله خودت کمک کن، ما رو نجات بده، ما بد کردیم، اشتباه کردیم، برگردم چقدر عبادت میکنم، چه نذرها براش میکنم. بعد فلما نجاهم الى البر، وقتی که الله تعالی میفهمه من نجاتش میدادم، من با عظمت الله با عظمت و میفرستادمش به ساحل به سلامتی میرسید، اذا هم یشرکون، دوباره شرک میکرد. این شرک چی بود؟
الان مسئله خیلی مهمه دیگه. مسئله خیلی مهمه که ما خدایی نکرده ما داریم تلاش میکنیم، ما عبادت میکنیم، ما زحمتمون رو میکشیم، اما این زحمت بیاد در مسیر قرار بگیره که ما رو اصلا به یک راه دیگه برسونه، ابتلا با شرک باشه. ادعا بدون عمل هیچ فایده ای نداره، قول تنها فایده نداره، عمل بدون اخلاص هم فایده ای نداره. این مسئله، پس اول باید قبول کنیم، بعد عمل کنیم، عملمون هم باید مطابق با اخلاص باشه. عملی برخواسته از اخلاص، عملی همراه با اخلاص. مشرک مکه هم داشت اینو، نه؟ بعضی جاها دعوا الله مخلصین، بعضی جاها ابو جهل هم این اخلاص رو داشت، بعضی جاها داشت، اما فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. جاهایی که خارج میشد از مشکل میرفت باز دوباره مبتلا میشد. الان باید بیایم به امرای شما که این شرک چی بود. الان این که ابو جهلی که عبادت داشت و در عبادتش شرک بعضی داشت. جاها مخلص هم بود، الهتون میفهمد بعضی جا مخلص بود، بله. بعضی جا مخلص بود، اما چون همیشه مخلص نبود مشکل داشت. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي